سلام، وقتتون بخیر باشه. اولین کاری که باید انجام بدید اینه که حتما به یه VPN کانکت باشید، حالا چه رایگان باشه چه حالا از این پولیا باشه، اشتراکی باشه. بعد وارد برنامه سافاری میشید، گزینه APN رو مینویسید، پایین واسهتون میاره apn.ase.inet گو میزنید که حالا صفحه رو براتون لود کنه بیاره بالا. وقتی آورد بالا APN نیمتون حتما حروف کوچیک نوشته بشه MTN ایرانسل. enable این پایین نوشته enable IPv6 رو روشن میکنید، گزینه دانلود رو میزنید، گزینه allow رو میزنید و بهش اجازه میدید و کلاس. اینجا میاد بیرون، وارد ستینگتون میشید. وارد ستینگ که شدید more for your iPhone رو میزنید و گزینه آخر پروفایل دانلود رو ویو پروفایل زده میشه، گزینه اینستال رو میزنید، رمز گوشی